Mario! Barbara! Noi ti cantiamo questa canzone perché ti vogliamo bene e ti invitiamo in Sardegna. این هفته خبر تو خبر داره براتون از سونامی ها و ضربه هایی که تو هفته گذشته اوج گرفت و آخوندا رو حسابی له و لورده کرد. اول از پیش لرزه بیانیه پارلمان اروپا شروع میکنیم. بهرام قاسمی در واکنش به صدور بیانیه برخی از اعضای پارلمان اروپا درباره ایران چنین ادعاهایی را مبتنی بر فریبکاری و فرضیات ناصحیح و فاقد هر گونه اعتبار و ارزش دانست. این رد گم کنی ها دیگه بسیجی ها رو هم گول نمیزنه. اونا فهمیدن که وضع خرابه و چاره جز عقب گرد نیست. هنوز آخوندا گیج ضربه قبلی بودن که پتک گرد همایی مقاومت فرود اومد و تومارشون رو پیچید به هم. اما سوال اساسی این است که چرا مسئولان فرانسوی که ادعای مبارزه با تروریست ها را دارند این مجوز را صادر کردند؟ ما در گفتگوهامون با مسئولین فرانسه این موضوع رو به عنوان یک نقطه ابهام در روابط مطرح کردیم. اینا که از برگزاری یک گرد همایی تو فرانسه اینجوری قبض روح شدن، ببینید وقتی همین صدا رو تو تهران بشنون چه میکنن. دوستان یادتون میاد شیخ فرید تو مناظرهای انتخاباتیش چه قمپوزی در کرد؟ من الان به ملت ایران اعلام میکنم آمادگی دارم در 4 سال بعد غیر از تحریم‌های هسته‌ای که در این 4 سال برداشتم بقیه تحریم‌های ملت ایران را به خوبی و با قدرت بردارم. بله، هنوز نفس شیخ فرید سر جاش بر نگشته بود که تحریم‌های جدید آوار شد و همشون رو گوش کوبیده کرد. آقای لاریجانی سپس در جمع خبرنگاران کره‌ای حاضر شد و در پاسخ به سوالی درباره ادامه تحریم‌ها و نقض برجام از جانب آمریکایی‌ها گفت برهم زدن این توافق به نفع خود آمریکایی‌ها هم نیست. تو اول یه فکری به حال وضعیت دلنگون خودت بکن، بعد دنبال نفع و ضرر بقیه باش. دیدید بعضیا زیر فشار مخشون هنگ میکنه؟ یه نمونهش این دلغک خمینیه که حسابی کشیده به اعصابش و زده تو فاز مشنگی. ما میتونیم آمریکا و اروپا رو تحریم اقتصادی کنیم. اون تا دلم میخواد بگیم این زیر پیرینیه مال لندنه، دلم به این خوشه. این جورابه مال کجاست؟ این نمیدونم سرویس مال کجاست؟ این ماشین مال کجاست؟ البته این تازه یه قسمت از دعوای باندی تو نظامه. شاخ شیخ فرید رو قوه قضاییه پیچیده تو هم، اونم چه پیچیدنی. اسلام به ما اجازه نمیده اگر مجرمی یک جرمی کرده بیش از حد مجازاتی که برای اون جرم مشخص شده بیش از اون طرف را تحت فشار قرار بدیم. ادله باید باشه تا احضار کنیم. میگه که ما احضارش میکنیم تا ادله به دست بیاریم. من صادق لاریجانی هم که دید شیخ فرید دور برداشته قاط زد و اینجوری رفت براش. علیه رهبریت نظام، علیه قوه قضاییه، علیه رئیس قوه قضاییه، علیه شورای نگهبان، علیه دبیر شورای نگهبان، علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، علیه سپاه قدس، یعنی هر آنچه بو و رنگی از نظام جمهوری اسلامی داره هجمه میکنن بهشون. این به نظر میاد یه فتنه خودش. نمیشه که مم صادق لاریجانی بیاد بعد اژه گوشخارش رو نیاره. اژه‌ای هم که باید گوش میجوه دیگه، اونم اینجوری. یک بنی صدر خودخواه مغرور پیدا میشه، مردم رو تحقیر میکنه، میگه اینا چماق به دستن، کمیته ها رو تخطئه میکنه، سپاه رو تخطئه میکنه،
عناصر مهم نظام را مثل شهید بهشتی ها را تخطئه میکنه، دل به بیرون میبنده. اینم فیس تو فیس این وایساده روش نمیشه اسم خود شیخ فری رو ببره، اسم یکی دیگر رو میکوبه تو ملاج حسن. الان طوری شد که هر آخوندی که یه تریبونی گیر میاره شروع میکنه به روزخونی درباره ورشکستگی دکون آخوندا. انقدر امروز هنر و هنرمند در جامعه ما تأثیر گذار مرجع تقلید خرش بچند. خب میبینی که وقتی بناس رأی جمع بکنن در انتخابات میره سراغ هنر پیشه و خوشگریان و خوننده و تو بیا مردم چون این خلق الله نادونی که عقلشون رو سپردن به دست یک خواننده یا عقلش سپرده به یک دونه هنر پیشه، به یک زن نمیدونم به قول شما هنرمند یا به یک مرد هنرمند، بعد این خلق الله بخوان از این تقلید بکنن. به کی بریم این دردمونو ما بگی؟ اینقدری که تو این فضاهای مجازی این رقاصه ها و این هنرپیشه ها که 190 اینا رو که آدم ملازم کنه زندگیاشون معلومه چه خبره. های متدینی که دین به راحتی دین میفروشید، کی تقلید میکنی؟ کو مرجع تقلید؟ این حجت الاسلام پهنیان هم که دیده اوضاع خیلی بریخته میخواد اینجوری به روزخونها روحیه بده. وای روز قیامت چقدر علما دیدن که روزخونا جلوتر از علما میرن بهش. امام فرمود 1400 سال منبرها رو اسلام رو این منبرها و روضه ها حفظ کرده، بعد فرمودن منبرها رو هم روضه ها حفظ کرده. منبر یه وقت دور بر ندارن. این بابا نوئل امام سیاه هم کلن از روزخونی قطع امید کرده و زده تو خط طبابت. اگر کسی چاقی شکمی داره، هم خور و پف و خورناس هنگام خواب داره و هم اضافه وزن داره، باید چی کار کنیم؟ هر ستای اینها با هم خوب شیم. هر روز یک قاشق چایخوری پودر زنیان با عسل بخور. وقتی آخوندا میخورند به خنس دیگه تکلیف پامنبری ها و نوچه هاشون روشنه. برادرها، ما غیرت داریم، ما مسلمونیم، ما فرهنگ اسلامی داریم، فرهنگ غربی نمیخوایم، کت خدا نمیخوایم، ما خدا میخوایم. مردان من، به غیرت شما حمله شده، به ناموس ما حمله شده. روز روشن میبینید که ناموس ما تو خیابونا چجوری دارن میاد. موضوع سو استفاده کرده، از جمهورهای ما سو استفاده کرده، این غیرتی رو داره ترویج میکنه. من تعارف ندارم، این چیزی که روح الله به من داد. این شما و این فوت بی حاصل یک دکتر قلابی برای باد کردن بسیجیان پنچر. و این اسلحه یکی از مدرن‌ترین اسلحه‌های دنیاست بدون شک و اردو برداری شده از بهترین اسلحه‌های دنیا در عین حذف ایرادات اونها. و در واقع دو تا پیام داره. پیام اولش اینه که وقتی مجموعه‌های غیر نظامی ما میتونن توانایی اینو دارن که مدرن‌ترین تسلیحات دنیا رو طراحی و بسازن، ببینید مجموعه نظامی دارن چیکار میکنن. یکی نیست به این بگه بابا ماشین نظام داره چپ میکنه، بعد تو میخوای با دستت نگهش داری؟ رئیس راهزنای کمیته امداد خمینی رو آوردن توی تیویدیش، اونم به شیوه امامش زد تو خط دجالگری و صحنه‌ای خلق کرد که آنتن ترکید. به خدای این مردم که خالق این مردم زیباست پناه ببریم. اینو میخوام بذارم در حضور این مردم سجده خدا رو بکنم. اجازه میدید؟ خواهش میکنم. قبله رو پرسیدم. آخه شکرا. حالا هدف از این جنگولک بازی چیه؟
هیچی، چاپیدن و غارت بیشتر مردم. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی یه هنرمند گمنام جلب می‌کنیم که حس جوونی و نوستالژی وسترن های اسپاگتی رو اینجوری تلفیق کرده.